قحطی‌ها در تاریخ. وقتی که ما به تاریخ می‌نگریم، در تاریخ قحطی‌های زیاد شدند، چه در اروپا، چه در آسیا و چه در افریقا. مردم از این گونه قحطی‌ها مردند، جان خود را از دست دادند. آن دوران همه وابسته به زمین بودند. همان سالی که زمین حاصل نمیداد، گرسنگی سر میزد، قحطی می آمد. چون این قحطی ها را ما در اروپا زیاد می بینیم. ما اگر فرانسه را مثال بیاریم، از سال 1300 تا سال 1800 میلادی 111 مراتبه در این کشور قحطی آمده است، در حالی که کشور فرانسه فقیر نبود. این گونه قحطی ها در دولت های ساحل بحر میانه زمین کم به چشم می رسد. مثلا در امپراتوری های ایران، روم و مصر قحطی نه آنقدر سر می زد، زیرا زمین های گندم که نیاز اولی مردم است زیاد بودند. در امپراتوری های چین و هند بیشتر از برنج استفاده می کردند. این حالت تا سال 1492 دوام داشت، تا وقتی که امریکا کشف گردید و مردم با کارتوشکا، لوبیا، کدو و چیزهای دیگر آشنا گردیدند. وقتی که کریستوفر کولومب این فراوانی ها را می بیند، با خود می گوید اینجا فراوانی بوده است، ما گرسنه می گشته ایم. همین طور دریافت کارتوشکا دنیا را از قحطی نجات داد. همین کارتوشکا بود که فرانسه، انگلیا، آلمان و روسیه ابرقدرت شدند، زیرا قحطی ها نمی شدند یا کم می شدند. می توانیم گوییم که با آمدن کارتوشکا از امریکا، مردمان اروپا از چنین قحطی های دراز خلاص شدند.